سلام قربون شکل ما همتون. بازم به فریشا خیلی خوش اومدید. شاید الان بگید این دیوونه چرا داره اینجوری حرف میزنه، چون اینجا ساعت 3 نصف شبه، همسایه همه خوابن، اگه داد بزنم میان پارم میکنن. ولی با این حال گوره بابای همشون چطوری بچه؟ چه خبر؟ خلاصه اگه یعنی امشب پاره کردن بدونید به خاطر چی بوده. دم همتون گرم از حمایتاتون، از لایکا و کامنتا و سابسکرایباتون، ترکوندین، عشق منید. امروز ویدیوی سمی دیگه داریم، میخوایم دور هم دیگه بگیم و بخندیم و عشق و صفا کنیم، ولی قبلش مهمون ویژه داریم. آقا جون رفیق چند ساله منه اینجا. میدونم یه ذره احمقانه است ولی ایشون آقا جون منه، عشق منه. چند وقت نبود من اساس کشی کرده بودم تو انباری بود، بعد یادم افتاد آقا جون کو، رفتم گشتم آقا جون پیدا کردم آوردم براتون. خلاصه سرتون درد نمیارم. بریم با هم دیگه این ویدیوی سمی امروز رو ببینیم. پس برو که بریم. چه دوست پسری ماشاءالله. بده 6 قدیمی شده، 10 گاهیمون مبارک، 11 12 کن بده بره. این 10 کا فالوور داره. حالا هیچی، برای ما که سابسکرایب و لایک رو نمیزنن بازم هیچی. بعد طرف اومده برای من کامنت گذاشته ایشالله بری زیر تریلی. این چیه؟ این چیزای امنیتی بوق میزنه. بعضی وقتا کسانی که خداوند از در میاره از جلوت که سنگ دارن جلوشون نرو. چی گفت؟ بعضی وقتا خدا کسایی که در میاره از جلوشون نرو. چی داداش؟ بای بای. این چرا اینجوری میکنه؟ شده پشت تاره چشمک بزن دوباره، نکبت با هم ورزش کنیم ماهی اوزون برون ماهی. خب آخه اولاق تو که استعدادشو داری بیا برو یه کلاس مثل آدم برقص، گروه تشکیل بده، نمیدونم یه ذره هماهنگتر برقص. آخه چه وضعیه نکبت؟ حالمونو به هم زدیم اون رقصیدنه. اوزون برون ماهی قزلالا. بعضی اینجوری که کارامو میبینن و میگن خب منم میتونم انجام بدم. خب انجام بده. بای قیافه رو نگاه تو رو قرآن، دماغ دیگه نمونده براش. پوفیوز چه قیافه ایه واسه خودت درست. برو براش. شب دامادیت همچین جورتی داری؟ موشو زدت. بابا خیلی خوب شدی مشتی. چه قیافه‌ای بود واسه خود درست کرده بودی داداش؟ سلطانی خیلی خوب بود بابا. این چی بود اون قیافه قبلی؟ همیشه همین مدلی درست کن خودتو مشتی. هنگامه مناطق محروم. چرا دکور خونش این شکلیه؟ بعد خواسته همه چی که تو کادر بیفته همه چی هم آورده چیده نزدیک کادر تو یه راستا که خودش هم وسط برقصه مثلا. والا این حجم از دکوراسیون توی یه کادر دیگه واقعا واسه یه خونه خیلی زیاده. به نظر من اومدی فن بزنی حداقل دوربین اینوری میگرفتی، اون بقیه هم میافتاد.
سرویس. معنی پشت پلکم فری لایف، زندگی آزاد. داداش من ریدم پشت پلکت. این چه قیافه‌ای خدا وکیلی؟ چجوری میری تو این خیابون با اون قیافت؟ حالا تتلی گوی خورد، تو هم میرفتی همونو میخوردی؟ گم شو. من یه سری حرکاتی که بلدم از خودم ذاتیش تمرینم ندارم. خسته و کلافم از همه چیز. از همه چیز سرد شدم. ولی ضرباتی به طرف شما میزنم که نگاه کنید. چرا از همه چیز سرد شده ای ولی باید به ما ضربات بزنی؟ البته چه بی‌حسابی ربطی خستگی کلافی دارم میبینم، ولی رفای خودم چون آدم معروفی هستم همینجا درخواست رزمی میخوان منم ناشرم بزنم. این ضربات منه. میرم تو اون ضرباته. چه برگته؟ وای با کیا افتادیم تو این دنیا؟ قلنجم نشیم. 8 اژدها. این چشم منه. چشم واسه خودتون کیف کنید، شاد باشید، هزارتون فکر کنید. من میدونم کی هستم. ما نمیدونیم کی هستی. گم شو. برای شادی این روح از دست رفته مغنیت یقدم صلوات. داداش تو نمیخواد تسلیت بگیری. استاد کلانتری باری سر تعظیم. آقا من موندم این صداها کجان؟ مثلا الان این استاد کلانتری، من واقعا اولین ویدیویی که از ایشون میبینم صداشو میشنوم. خدایی حیفه. عوض اینکه نمیدونم سیکیم باند و نمیدونم چی فلان و اینا رو میریم گوش میدیم، اینا باید بیان کنسرت بذارن. موسیقی اینه، نه اون چرت و پرتایی که این پوفیوزا میخونن. حالا طرفدارای ماکامبند نریزن تو پیج ما رو بی‌ناموس کنن. Black hammer, feel my blood simmer. Black hammer, front stars hammer. Not a silver, got myself a winner. Black hammer, black hammer, black hammer, feel my blood simmer. Black hammer, front stars. الهی بمیرم سلامت. برات. چطورین آقا؟ امروز اومدیم هرمس دمپایی منو که همیشه مسخره می‌کردیم ببینیم که قیمتاشون چند. نه یا اینطور جاها. چرا جیغ میکشه؟ ما همجنسگران خواستیم. بابا چرا جیغ میزنی؟ خب چرا اینجوری جیغ میزنی؟ بچه‌ها خیلی ها تو دایرکت بهم گفتین که آموزش شلوار پوشیدن رو بذارم. بریم ما هم ببینیم. الان همین 200,000 تا سابسکرایبر فالوور این کاملا غلطه. حالا بریم درستش رو ببینیم. محتوا رو نگاه. بچه‌ها این درستشه. تا آموزش‌های بعدی بده 6. آک بر سر من. دیجی کوثر. ما کامبوج زندگی او به پشممون که کجا زندگی. ما دبی زندگی. ما هم خیلی جا زندگی میکنیم. به خدا خود من الان 15 ساله بابام نمیدونه من کجا زندگی میکنم. اینا یه دوربین میگیرن و راه میفتن. ما ایتالیا زندگی میکنیم. ما آلمان زندگی میکنیم. ما نظام آباد زندگی میکنیم. به یه ورمون هم نیست. ای والله حرف دل منو زد. ای والله 200 میگیرم اینو یه تنه میخورم، یعنی گاز میذارم تون تا آخرش برم. 300 میدم بکن. نه 300 زیاده. چیز نه.
حاجی اولش نفهمید چی گفت. برای مراجعه کننده عزیزمون جلسه دوم لیزر کربن بیکینیشون رو انجام میدیم. لیزر کربن بیکینی چیه؟ خیلی عالی بود، مرسی، واقعا نتیجه خیلی خوبی داره. سفید شده. خب ما الان چه کاری داریم انجام میدیم؟ خب ما الان داریم مرحله دوم سفیدکاری سیکینی دوستمون. سفیدکاری سیکینی. وای خدا چقدر اینو فیلمه انجام میدیم. عزیزم راضی هستی؟ عالی آقای دکتر، دست در نکن، راضیم. خوشت اومد؟ خیلی عالی عالی. سفید شده؟ عالی عالی شده. نون تافتون اومد. ما عشقشو نداریم هری. برو به فقط لحظه رگبار بستم. چه اینجوری آی ببین من با تو تختم بازی کردم، تو جفتشم میری، بازی تختت کمه، بده 6. بله حتما به روی چشم. آقا اینم بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که حالشو برده باشید و خوشتونم اومده باشه. دم همتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید، عشق دادید، انرژی دادید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حال کردید بزنید، بازم بیشتر به من انرژی میدید، حمایت میکنید. دوستتون دارم، عاشقتونم. امیدوارم که هفته دیگه همینجا با یه ویدیوی سمی‌تر بشینیم دور هم بگیم و بخندیم و حال کنیم. پس دیگه سرتون رو درد نمیارم. امیدوارم که همیشه سعی و سلامت و شاد و خندون باشید که هیچ چی تو این دنیا مهمتر از سلامتی نیست. پس یه ماچ گنده. خداحافظ.